جناب آقای مهندس محمد علی خسروی، مدیرعامل محترم شرکت فنی مهندسی پولاد مکانیک پارسه، فعال در زمینه تأسیسات مکانیکی، سابقه اجرای پروژه هایی همچون سیتی سنتر، اسپیناس، ارتش، توبا، خانه کشتی، ارغوان و دهها پروژه تجاری، اداری و عمرانی دیگر در سرتاسر کشور، طراحی و اجرای موتورخانه‌ها و پمپخانه‌های مرتبط با آب، نفت و گاز در